سلام عرض کردی. آقا انتری نژاد با عمامه دیده بودی؟ ندیده بودی؟ باشه الان نشونتون میدم. ما در دولت 11 در زمینه هسته‌ای پیشرفت‌های بسیار مهمی کردیم، منتها مذاکرات هسته‌ای از بس پر سر و صداست، این فعالیت رو یکم تحت شعاع قرار داده. فعلا با شتاب بیشتر در دولت 11 در زمینه این فناوری ما داریم تلاش میکنیم. این نکته رو همه به خاطر داشته باشیم. نه تنها دولت 11 در جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت در علم و دانش ما از کسی اجازه نمیگیریم و نخواهیم گرفت. بفرمایید. اولش حسن کلیدساز بود، حالا شده فریبولوف. خب آره دیگه، وقتی ضرب الاجل نزدیک میشه و وضعیت افقی ولایت میره رو آنتن، اون وقته که شیخ فری باید بیاد و با این فیگورای انتری نژادی روی امتیازایی که خرج طرف مقابل کرده سرپوش بذاره. هیچ کس به ذهنش نیاد چون ما داریم با دنیا نزدیک میشیم، تعامل میکنیم، مذاکره میکنیم، بحث میکنیم، پس میخواییم این یکی علم رو کنار بذاریم، اون یکی علم رو کنار بذاریم. نه، بحث مذاکره ما این نیست که علمی کنار گذاشته بشه. در تمام پیشرفت‌های علمی با قدرت ما پیش میریم. اسم این تیکه از سخنرانی شیخ فری رو باید بذاریم شیره. شیره که میگم نه از اون شیره که علی گدا دود میکنه ها. نه، از اون شیره که میمالن رو سر بسیجی ها و دلواپسا. این شیخ اعتدالی که حالا باید بهش بگیم شیخ شیر مالی، دنبال اینه که با این حرفا سر دلواپسا رو گرم کنه و بفرستدشون دنبال نخود سیاه پیشرفت‌های علمی. اما حالا از اینا که بگذریم میرسیم به اصل حرف شیخ فری. تلاش دولت 11 اینه حربه بهانه‌گیری از دست قدرت‌هایی که علیه ملت ایران تلاش میکنن، این حربه ها رو از دستشون بگیریم. این کار رو ما شروع کردیم، این کار رو ادامه میدیم تا روزی که معلوم بشه این حربه ها خیالی است، واقعی نیست. داره میگه آهای دلواپسای کله پوک، اینقدر وسط مذاکرات کلنگ نزنید. میگه اینقدر اتم نکنید. خب اونا اتم میگیرن، بعد یقه ظریفو میگیرن. میگه بذارین بگیم کوتاه اومدیم، قال قضیه رو بکنیم دیگه. حالا دلواپسا چی میگن؟ خودتون ملاحظه کنید. در این شرایط پیشبینی این که حتی اگر مذاکره کنندگان ایرانی بتوانند پس از ارائه امتیازات فراوان و اعتمادسازی های گسترده غرب را مجاب کنند تحریم های هسته‌ای را لغو کند، چه اتفاقی خواهد افتاد کار چندان مشکلی نیست. همان تحریم ها بی کم و کاست به بهانه های دیگر اعمال خواهند شد. اگر طرف مقابل را خصم خود بدانیم، حتما در جریان مذاکرات راهبردها و تاکتیک‌های متناسب با این اصل اتخاذ خواهیم کرد. اما اگر تصور دیگری از آن سوی میز داشته باشیم، ممکن است به نقاطی خیالی چشم توهم بدوزیم. اینم از دوز دلواپسی شریعت نداری؟ میگه بابا خواب دیدی خیر شیخ فری، حنای نظام دیگه واسه غربیا رنگی نداره. بالا بریم پایین بیایم، اونا ته خط میخوان زهر رو فرو کنن تو حلق عظما. الان دست ولایت دیگه رو شده، جای این قر و غمزه ها باید رفت تو خط هارت و پورت و داد و هوار.
روزنامه لبنانی الاخبار می نویسد ناظران میگویند تحولات اخیر که باعث شد حوثی‌ها دست بالا را در قدرت در یمن داشته باشند نشان داد که ایالات متحده تا چه اندازه دستپاچه شده و این دستپاچگی این فرصت را به ایران داده تا بتواند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و آمریکا را وادار به انفعال کند. این همون حربه هاییه که شیخ فری میگفت. این دلواپسای پس افتاده فکر میکنن با این هارت و پورتا میتونن خودشونو سر پا نگه دارن. بدبختا خبر ندارن که دوره این تیغ کشی ها سپری شده. الان دیگه وضعیت خیلی قرمزه. الان علی گدا مونده و تبر ضرب العجل رو گردنش. با حربه بی حربه باید تکلیف خودش رو روشن کنه. علی گدا این دفعه دیگه راه فراری نیست. موشکا